که امروزه شما دارید راجبشون صحبت می‌کنید آهنگاشو 10 سال پیش خوندم و خوشحالم از اینکه راهی که من باز کردم و درست کردم و امروزه دارن میفهمن و تو اون راه دارن قدم برمی‌دارن و مطمئن باشید که این راهی که من درست کردم تهش هم میدونم کجاست. با یه کمی اعتماد و یه کمی ریز نگاه کردن به شعرها و با صحبت‌های من خیلی راحت به ته این راه برسید. با این کمی همبستگی، با این کمی گیاهخواری، با این کمی تخلیه بار منفی، با این کمی کمک کردن به همدیگه، با این کمی کار مثبت کردن، با این کمی مثبت واقع شدن، با این کمی دست همدیگه رو گرفتن نه به لحاظ و اینکه چند سال پیش همه به من میگفتن تو برای کی حرف میزنی، تو برای چی حرف میزنی، کسخلی بیا برو اشغالشو بکن. ولی همون موبایل رو من همون موقع نذاشتم کنار. امروز همه بعد از 100 سال راجع به بهشت و جهنم صحبت کردن دارن راجع به یینگا، بعد از 40 سال همه دارن راجع به کارما صحبت می‌کنن. تو همین تدایی که رو فیس زدی چون من رجاده به خاطر هیچ کی نمیتونه بگه تغییر نکرده. من تغییر کرده. جماعت سال پیش تغییر کرده. هیچ کی نمیتونه بگه تغییر نکرده. من تغییر کرده. میدونی چی میگم؟ و این تغییر صورت گرفته و داره صورت میگیره و من تا آخرین قطعه خونم